سلام بیننده عزیز. در کشور ما اغلب بیشتر کسایی هستند که از عمر خود خیری نمیبینن. آمدیم در کنار یک تن از شهروندای عزیز خود. سلام بر شما. سلام به شما و به ما. علیکم سلام. شما چند ساله این؟ بله. شما چند ساله این؟ من امسال که بگذره دوره بر 70. شما 70 ساله این؟ دوره بر یا بله. خب چی وقت 70 میشین؟ یک قرن دیگه که بیایه. خب حالا از هر چی هسته به می طول مدتی که مثلا شما کلون شدین و اینقدر سن سال کردین چی خیر دیدین از زندگی خو؟ نفهمیدم منظور گپ شما. اما زر که عمر کردین از عمر خود چی خیر دیدین؟ کاسر ندیدم چون بعض موقع که هست برقای منطقه ما 4 ساعت میره. جلوه 3 ساعته بود حالا با 4 ساعت شدنه. واقعیت رسید بگم کاسر ندیدم من. نه منظور من کسی یا چیزی یا کاری نبود. منظور من این بود که همین قدر طول مدت میگن 70 سال یا به دوره بر 70 سال عمر کرد. مورچی بود گپی نیه. از زندگی خود چی خیر دیدین؟ نمیگن از زندگی خود خیر دیدی ندیدی؟ اگه به شما واقعیت بگم سوال جواب شما نمیفهم. مثلا شما چی بیشتر واضح تر توضیح بدین که ما بفهم. شما چند ساله این؟ دقیق بگم 34. 34 سال عمر کردین. به می 34 سال عمر خود چه کار بکردین چه کار نکردین؟ موشنگ بفروختم، بغلی بفروختم، لبلبو او کشته، شورنو خود، جز جنگ دادم، جایزم بفروختم. البته تخم مرغ حالا که به تموس نمیخرم مثلا هوا گرمه. انا چند تا میش خیلمو کم داشتیم جلوه خورد بودم میچرندم اینا. نه اینا خب کارایی بود که کردین. من میگم چی خیر دیدین از زندگی خود؟ بله میگم از زندگی خود چی خیر دیدین؟ فایده نمیکرد. پیار به هر شغلی که به ما بدادم گفتم تو نوال بی ثمری. بفهمیدین؟ نوال بی ثمری. هرچی من فکر کردم گفتم جامعه به درد من نمیخوره، من به درد جامعه نمیخورم. پس آزاد باش آدم بیترتره. همیر بدیدم که آزاد باش آدم بیترتره. به امید از که از می آزادی راه نشین همیشه آزاد باش. فعلا هستیم انشالله جا شما سبز و گلباران باشه. تشکر از شما. میام بچه من میام. تو دم کو سبز باشه. بریم خودمون بچه چای خورده. تشکر از شما. قربان دست شما. خوش میگم.